پسر هست کپولیه که خوبم میخونه گفتم بهت. مهدی یغمایی. یغمایی هم پسر مهدی یغمایی. این کنسرت داره الان، ما کل ردیف جلوش میگیرم وی آی پی مجانی. بچه ها رو بگو آره ردیف میکنم. قربانت برم، سلامت باش. هر چند تا خواستی قربانت. خداحافظ فعلا. مهدی جان من یه قولی دادم به دوستام، چند تا بلیت قربونت برم. چند تا؟ یه ردیف جلو. کلش چند تا میشه؟ چیزی نیست، 60-70 تا. 60-70 تا. این بذار کنار. یه دقیقه اجازه بده جناب خان، بیا اینجا کارت دارم. بیا جان بیا جان. ببین تو برنامه بلیت مهمان داری زوری میگیری، حرفی نزدم. محبت گرفتم. 60-70 تا داری میگیری، اصلا حرفی نزدم. اگر این بلیت های مهمان رو بفروشی من میدونم و تو محسن خب اون کلن به نام و 2-3 تا دوستاش 65-6 تاش رو دستم میمونه. اینو با آب کنم دیگه. بیا اینجا جان 10% میدم به تو. هاف 10% هاف 90 مو 10 تو. 90 تو این میشه هاف 50 میشه این هاف دیگه 90 مو 10 تو. نه 60 من چی دارم میگم؟ بیا اینجا دیگه ببین. جان تو چقدر میخوای؟ نه من هیچی نمیخوام. نبری بفروشی آبرو حیثیتمون میره ها جناب خان. مگه آبرو حیثیت داریم ما؟ روزی که اومدم تو برنامه تو آبرو حیثیتمو گذاشتم دم در، اومدم توی برنامه. مو چیزی برای از دست دادن ندارم. تو هم که حسابت قبلش مشخص بود. بیا ببریم بفروشیم بزنیم به زخمی. یه دست برای موسیقی های آبرومند.